کتاب هیچ ملاقات تصادفی نیست، نویسنده هاکان منگوچ. در عجبم از این که ممکن است کسی 1000 بار به کعبه برود اما خود را نیابد و کسی که پا از روستای خویش فرار نگذاشته است در قلب خود به دور کعبه مدام در حال طواف باشد. صبح بعد که از خواب بیدار شدم سر حال بودم. نه اثر از خستگی در من بود نه شتابه. حتما شنیدی میگویند وقت صبح بیدار میشوی ببین رخت خواب تو را به خود باز میگرداند یا زندگی. امروز زندگی مرا به خود میخواند، چون میخواستم صبحانه را با دوستانم در دفتر بخوریم. به قنادی در نیشان تاشی رفتم و کمی پواچو و برگ خریدم. با دفترم زنگ زدم و گفتم چای دم کنند، چون قرار بود مدت در استانبول نباشم. قرارهای ملاقاتی که برای مشاوره داده شده بودند تغییر دادم و برنامه‌ریزی جدید کردم. جلساتی که طی روزهای آتی بود برای زمان نزدیکتری تنظیم کردیم. برنامه آموزشی را بازنویسی کردیم. مدت بین سمینارها فاصله انداختیم. کل روز را فقط به این کارها اختصاص دادم. عصر داشتم حاضر می شدم از دفتر بیرون بیایم که دستیارم عصبانی و با صورت سرخ وارد اتاق شد. گفت آقا کان، جوان تماس گرفته می خواهد با شما صحبت کند. با او گفتم برای آموزش ها یا مشاوره برایتان وقت بنویسم، اما دیوانه شد. اجازه نمی دهد تلفن را هم قطع کنم. هر کار می کنم باز هم بلا فاصله تماس می گیرد. مدام می گوید تو می دانی من کی هستم؟ فکر می کنید بهتر نیست با او صحبت کنید؟ گفتم وصل کن ببینم. در طول این مدت با چه افرادی که روبرو نشده ایم. بینشان هم افراد آرام بودند و هم عصبانی. وقتی تماس وصل شد، همانطور که دستیار گفته بود با همان لحن مواجه شدم. او گفت تو فکر میکنی کی هستی صوفی؟ 2 هفته از هر روز با دفترتان تماس میگیرم. چقدر سخت است تو را پیدا کردن؟ مگر رئیس جمهوری؟ کشور را داری نجات میدی؟ این کارتان زشت نیست؟ اما دوستانم خواستند به شما کمک کنند. اگر از دوستانت کمک میخواستم با همانها گفتگو میکردم. من میخواستم با تو صحبت کنم. مشکلم با توست. من به تلفن‌ها جواب نمیدهم. فرصتش را ندارم. ممنون میشم اگر درک کنید. من درک مرگ ندارم. کارم لوازشناسی است. تو کمی متواضع باش. آنقدر آدم دور از دسترس نباش. قرار نیست تو دنیا را نجات بدهی. خودت را خیلی تحویل نگیر. خواهش میکنم بس کنید. بگویید چه کمکی از من برمیآید. تشکر کردن. بله. منتظرم از من تشکر کنی. من از شما تشکر کنم؟ چرا؟ یعنی به خاطر چی باید از شما تشکر کنم؟ اگر مسئله این است که من از شما تشکر کنم، حتما این کار را میکنم. فقط کافی است این مسئله را تمام کنید. قرار است من از تو تشکر کنم. میخواهم فرصتش را بدهی. چه کسی هستید؟ من دینیزم. دینیز؟ یعنی یادت نمیاد؟ البته که یادم آمده بود. حتی دیشب در موردش با استادم حرف زده بودم. بعد از ماها چی شده بود که سر و کله‌اش پیدا شده بود و چرا؟ علاوه بر این چگونه توانسته بود مرا پیدا کند مگر بجز از اسم کوچک از من چیزی نمیدانست. گفتم چرا یادم آمد؟ غافلگیر شدم. من را چطور پیدا کردی؟ گفت خب تصادفی بود. دیگر آرام شده بود. انسان عجیبی بود. یک باره شعله‌ور میشد و کمی بعد آتشش خاموش میشد. انگار که هیچ اتفاق نیفتاده است. ادامه داد. چند وقت پیش یک ویدیو از تو در اینترنت دیدم. در بورسا جایی که همدیگر را دیدیم در مقبره امیر سلطان ضبط شده بود. اول متوجه نشدم تو هستی. بعد فهمیدم در برنامه تلویزیونی مهمان بودی. خیلی وقت بود در ذهنم بودی. هی با خودم میگفتم کاش شماره اش را میگرفتم. خیلی پشیمان شده بودم که چرا از تو نخواستم خودت را معرفی کنی. وقتی خواهرم داشت ویدیو تو را در یوتیوب میدید باورم نشد که آن شب با تو دیدار کردم. گفتم دیگر آن قدرها هم نمیتواند تصادفی بوده باشد. شماره دفترت را پیدا کردم، اما پیدا کردن خود تو کار آسان نبود. این را هم فهمیدم. خیلی خوشحال شدم از تماست. همه چیز روبرا است. کاری هست که بتوانم برایت بکنم؟ با هیجان گفت بله. 2 روز است که در استانبول هستم. صوفی، میخواهم تو را ببینم. آخر هفته به بورسا برمیگردم. قبل از رفتن میخواهم با هم چای بخوریم تا از تو تشکر کنم. اما تشکر برای چی؟ به خاطر نیت پاکه که آن روز نشان دادی. برای توجهت. فرصت این را داشتم که مدت طولانی بر حرفایت فکر کنم. حق با تو بود. هر روزی که میگذشت حس میکردم حالم بهتر میشود. تازه بیان که عزت نفسم را از دست بدهم یا اعتمادی که به دیگران دارم سلب شود. بدون قهر، بدون عصیان کردن، با تلاش برای پذیرش موقعیت دشوار. نستم از آن عبور کنم و بگذارم. حرفایت خیلی حالم را خوب کرد. آن لحظه به این فکر کردم که هیچ ملاقات تصادفی نیست. نظام جهان هستی واقعاً بی نقص و عادل است. این دیگر چه کاری است که چون تو نتوانستی نظمش را ببینی یا متوجه هیچ باشی
در موردش ایراد بگیری و آن را سرزنش کنی. روز بعد قبل از ظهر دنیز را به دفترم دعوت کردم. اگر او را بیرون می‌دیدم نمی‌توانستم بشناسمش. چقدر متفاوت شده بود. و چشمم انگار آدم دیگری شده بود. کشیده‌تر، ظریف‌تر و بشاشتر شده بود. موهایش کمی بلندتر شده بود. صورتش برق می‌زد و چشمان آبی‌ترش آبی شده بود. گویی با خودش خرابی یک کاکاوی تمشکی برایمان آورده بود. چای خوردیم و مدتی صحبت کردیم. میگفت که دیگر مشکل با نامزد سابقش ندارد. بعد از آن روز اصلا تماسی با هم نداشتند. گفت دیگر خوب شده‌ام. آن موضوع کلاً فیصله پیدا کرده است. دیگر نه دلش می‌خواست دعوا کند و نه حرفی داشت که به او بزند. حتی کارهایی که تا به حال کرده بود را هم باورش نمی‌شد. میگفت چطور توانستم به او زنگ بزنم، گریه کنم و دعوا کنم. الان که فکرش را میکنم خجالت میکشم. هم حس میکردم میخواهد حرف به من بزند اما نمیتواند. فکر میکردم که این دیدار صرفاً برای تشکر و خوردن یک چای ساده نیست. وقتی گفت چای دیگری نمیخواهد فکر کردم میخواهد بلند شود و برود، اما نفس عمیقی کشید و در جایش صافتر نشست و گفت من به کمک تو احتیاج دارم. با نیت خیرخواهانه گفتم چی کار میتوانم برایت بکنم؟ من دیگر نمیخواهم در بورسا زندگی کنم. پدرم تاجر موفقی در بورسا است. آنجا کارخانه و شرکتی داریم. خانواده‌ای با اصل و نسب هستیم. علاوه بر این به خاک و هموطنانمان خیلی علاقه‌مندیم. پدرم به استانبول نمیآید. من هم دیگر نمیخواهم به بورسا بازگردم. من در استانبول معماری خواندم. امسال درسم تمام شد. باید به خانه برگردم اما نمیتوانم آنجا بمانم. احساس خفگی میکنم. محدودیت زیادی آنجا هست. از قبل مشخص است در آنجا کار باید کنم. چی کار کنم؟ با چه افرادی دیدار کنم؟ بارها افسردگی، اضطراب و استرس گرفتم. هنوز هم روانشناسی هست که برای درمان حملات پانیک مرتباً پیش او میروم. بعضا شوک عصبیم را میگذرانم. مشکل کنترل خشم دارم. من اگر به بورسا برگردم میمیرم. نمیتوانم نفس بکشم. بسیار بسیار برایم آزاردهنده است که وقتی 25 سال دارم مثل یک نوجوان با من رفتار شود. این که بخواهند مرا مدام کنترل کنند دیوانه‌ام میکند. نمیتوانم خودم باشم. هیچ یک از کارهایی که میخواهم را نمیتوانم انجام بدهم. نمیگذارند از آنها دور و جدا شوم. دلم میخواهد خانواده‌ام که همه من را رها کنند. میخواهم به من اعتماد کنند و مانعی بر سر راهم نباشند. واقعا سلامتم دچار خطر میشود. اعصابم خرد میشود. خودم را نمیشناسم. بعضی وقتا اصلا نمیدانم چه کسی هستم. بعضی وقتا نمیدانم چی بخورم چی نخورم. نمیدانم از چه چیزی خوشم میآید و از چه چیز نه. منظورم این است که نسب به هیچ چیز مطمئن نیستم. نمیدانم پرهیجانم یا خنده دارم یا دیوانم، چون واقعا گاهی دلم میخواهد دست به دیوانگی بزنم. گاهی میگویم میتوانم حماقت کنم و خودم را به ماجرای باور نکردنی درگیر کنم، اما بعد میگویم نه، خانواده‌ام هرگز این اجازه به من نمیدهند و میگویند در شأن ما نیست. حرفش را قطع کردم و گفتم دنیز دارد دیر می شود. من باید از دفتر خارج شوم. قبل از پایان هفته کارهایی دارم که باید حلشان کنم. در هیچ جای این صحبت ها نمیتونستم کاری بکنم. گفتم اینها مسائل است که باید با خانواده صحبت کنی و حلشان کنی. خیلی با ارزش است که میدانی چی میخواهی. این مزیت را هرگز از خودت دور نکن. به عنوان جوانی که مسئولیت زندگیش را دارد، البته که میتوانی زندگی که دوست داری را داشته باشی، اما تو خانواده‌ات را میشناسی. کاری از دست من در این موضوع بر نمیآید. قطعاً که نمیخواهی با پدرت صحبت کنم. گفت اتفاقاً این دقیقاً همان چیزی است که میخواهم. آن لحظه خشکم زد. حتما داشت شوخی میکرد. پرسیدم منظورت چیست؟ نکند باید بگویم فرزندت را راحت بگذار تا در استانبول زندگی کند؟ واقعاً این کار خیلی احمقانه است. بی‌اختیار شروع به خندیدن کرده بودم. قرار بود دیگه چه چیزه در سالهای آتی کاریم بشنوم. به روانشناسی که پیشش میروم این پیشنهاد را دادم اما قبول نکرد. با این جمله توضیحاتش را ادامه داد. گفت از لحاظ اخلاقی درست نیست. دور از اخلاق کاری است. گفت نمیشود هیچ روانشناس قبول نکرد با پدرم صحبت کند. تو دکتر نیستی. تو نگرانی‌های سوگندنامه کاری نداری. به عنوان یک مشاور میتونی با پدرم صحبت کنی. علاوه بر این در زمینه کاری خودت شهرت داری. هر کسی تو را میشناسد. میگویم از تو آموزش میبینم و تو به او میگویی که در مقابله با افسردگی و استرس این فشار اصلا برایم خوب نیست. در غیر این صورت دخترتان از دست میدهید. چون اعصابش خیلی به هم ریخته است. با این حالت روحی در رابطه با شما هم هیچ خوب نخواهد بود. نمیتواند بازدهی داشته باشد. به شرکت بورسا نبندند و در بورسا پاگیرم نکنند. گفتم نمیتوانی جدی گفته باشی. دیگر واقعا عصبانی شده بودم. این چی جسارتی است؟ این چه
کار است، حتی به احترامی است. تو متوجه چی میگویی؟ با چه حساب فکر میکنی من اخلاق کاری ندارم؟ فکر میکنی من چی مسئولیت دارم؟ آنقدر به اخلاق هستم که دروغ بگویم؟ من کسی هستم که فلسفه صوفی میآموزم. تلاش میکنم شاگرد مکتب صوفی بمانم. تو پیشنهاد دروغگویی به من میدهی. این پیشنهاد غیر اخلاقی است. عادت کردی با پول و شهرت خانواده‌ات هر چیز را حل کنی. برای همین اصلا احترام برای حریم شخصی انسانها و آزادی عملشان در تو نمانده است. فکر میکنی هر چیز را میتونی با پول تلافی کنی، اما آنطور نیست کوچولو. خیلی چیزها در این دنیا نمیشود با پول خرید. تو واقعا داری از فقدان چیزهایی که با پول نمیتونی بخری رنج میبری. برای همین اعتماد به نفس نداری. از تنها شدن میترسی. مدام ناراحتی. نمیتونی به تنهایی از عهده کار برای اینها را نمیتوانی با پول بخری. اسم و نسب پدرت هم کافی نیست. فکر کنم بهتر از بلند شوی و از اینجا بروی. دینیس نفسش را حبس کرده بود و داشت به من گوش میکرد. معلوم بود که تا به حال این حقایق را در مورد خودش آنقدر رک راست با صدای بلند نشنیده بود. آن لحظه داشت به این فکر میکرد که از دور چگونه به نظر میرسد. 1000 بار پشیمان شده بود از اینکه این پیشنهاد را به من کرده بود، اما نمیدانست چطور مسئله را مستملی کند. و تنه پته افتاد. من نه، این من نیستم. اشتباه شناختی، یعنی اشتباه متوجه منظورم شدی. من فقط میخوام آزاد باشم. خوب باش دینیس، آزادی را کسی نمیتواند به تو بدهد، حتی پدرت. این را با صدای بلند گفتم. با صدای لرزان گفت حرفم را فراموش کن. در این صورت فقط وقت مشاوره از تو میخواهم، یک مشاوره حرفه‌ای. شرطت هر چی باشد میپذیرم. سرم را با نشانه جواب منفی تکان دادم و گفتم وقفه در وقتهای مشاورم دادم. مدتی در اینجا نخواهم بود. میروم شاید اگر برگشتم. چه مدتی اینجا نیستی؟ خواستم او را از سرم وا کنم و گفتم شاید 1 ماه و شاید 2 هفته. گفت نمیشود، نمیتوانم آنقدر صبر کنم. کم مانده بود گریه کند. هم محجوب و هم درمانده بود. من خوب نیستم، نمیتوانم به بورسا برگردم. در اصل مشاوره هم نمیخواهی مگر نه؟ میخواهی به بهانه جلسات 3 ماهه یا شاید 6 ماهه زمان بگذاری و به بورسا برنگردی؟ وسط حرفم پرید و گفت نه اصلا اینطور فکر نمیکنم. من فقط میخوام سریع کنترل زندگیم را به دست بگیرم. مطمئنم که راهنمایی‌های تو برای من میتواند خیلی با ارزش باشد. همانطور که گفتم وقت ندارم. برای چه کاری میخوایی بروی و چند روزه میروی؟ بگو چقدر پول به تو میدهند. چقدر؟ همین الان 2 برابرش را به تو میدهم. لغوش کن. واقعا آزاردهنده بود. این بار دینیز میخواست هر مسئله را با پول حل کند. هر قدر توضیح میدادم باز مسیر بود که متوجه نشود. آن لحظه با اطمینان به این نتیجه رسیدم که نمیتوانست شاگرد باشد که پیشروی کند. صحبت با دینیز بی‌نتیجه بود. دیوانه‌وار به باورهای خودش ایمان داشت. او میتواند شاگرد باشد که فقط با تجربه بیاموزد و تغییر کند. برای همین تصمیم گرفتم دیگر صحبت نکنم. فقط به او فهماندم که این مسئله غیر ممکن است. پیشنهادش را با گفتن این جمله باز تکرار کرد. لطفاً بگو کجا میروی. 2 برابر حق الزمت را میدهم. گفتم به حج میروم. ماتش برد و به فکر فرو رفت. با کمی خجالت پرسید مگر ایام حج است؟ من هر